خوشبختانه چون وابستگی تولید کنندگان گل به دولت از اول کم بود، ما فقط تسهیل کردیم که مانعی برای بخش خصوصی نباشیم اون زمان ها. یعنی بزرگترین شاید کمک دولت برای تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی سیاست این بود که ما مانع نباشیم. دستشون را اگر نمیتونیم بگیریم پشت و پا بهشون نندازیم بخورن زمین. بازار گل به نظر من پایه و اساسی تو ایران نداره. کسبی که خیلی راحت میشه واردش شد و کسبی که خیلی راحت هم میشه ازش خارج شد. یعنی بهترین شغل دنیا هست از لحاظ حلال بودن این کار. شما فرضاً اگه یه مغازه بگیری 4 تا قفسه میخوای، 4 تا سبد، بری بازار گل بخری، بیاری بزنی بذاری بفروشی. گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریمتر شودن در نعیم گل. هر کسی میتونه واردش بشه. وقتی هر کسی وارد هر صنفی بشه میتونه این صنف رو به آتیش بکشه به خاطر منافع شخصیش. خارج از ایران آمار گرفتن که بین 30 تا 35% مردم گل میخرن، در ایران فکر نمی کنم 3-4% مردم بخرن. دلیل این مادیات نیست، بیشتر هست، مادیات هم هست، چون خب مردم یه مقداری از نظر بودجه ضعیفن، ولی بیشتر دلیلش نداشتن اینی که گل به چه درد میخوره است. ارزم به حضور شما اول انقلاب که شد نظرشون بعد اون بود که این گلکاری ها حذف کنن. یعنی میگفتن ما مشروب نداریم، مشروب فروشی ها رو بستیم، خب گل فروشی هم میبندیم، چه اشکال داره؟ تولید گل رو دهه 60 اول اصلا بد میدونستن، چون شغل ما جزء 52 شغلی بود که باید جمع شد. اوایل انقلاب آسمان گل می‌کاشت تو خیابون‌ها یا اون جلوشون، همه اینا رو گفتن اینا چیه اینا ما ولی گل رو به عنوان اوایل انقلاب یک مظهر طاغوت میدونستن. مثلا چون هویدا گل ارکید میزد، اصلا ارکیدی باید آتش زده بشه. بعد بزرگان این صف پا شدن، جمع شدن، رفتن. خلاصه پالو وکلا، پالو بزرگان مملکت گفتن بابا این یک شغله، این کار کشاورزیه. کشاورزی چند شاخه داره، یه شاخش بله گندم و جوه، یه شاخش درخت و میوه، یه شاخش سبزیکاری و سیفیجاته، یه شاخش هم گلکاریه. در رأس تعاونی اینجا من و امثال من نبودیم این صنف زمین میخورد، چون ما رو از در بیرون کردن، از پنجره رفتیم، از پنجره بیرون کردن، از کانال گاز و کولر رفتیم، از اونجا بیرون کردن، از درز دیوار رفتیم و با قدرت بیانی که ما داشتیم همه رو هم مشاهد کردیم هم کوبیدیم و متقاعد کردیم که ما هستیم. منتها گفتیم تو گندم میخوای ما رو حمایت کن، کشتی گندم رو بخریم، نه اینکه من برم گندم کار باشم. من که تو زمینم گندم نمیتونم بکارم، زمین من به درد کشت زر نمیخوره، وگرنه گلخونش نمیکردم، ولی میتونم جبران کنم. در قبالش باید یه سری حمایت بکنی، حمایت ها صورت نگیره. بعد خلاصه قبول کردن که این گلکاری باید باشه، اگه نه نظر بر این بود که به کلی جمع شه. میخوام خدمتتون عرض کنم که در زمانی که من در سفارت بودم قریب 500 نفر را از تحصیل کرده دامپروری که پدرانشون اینا دامداری صنعتی داشتن، اینا رو موجبات رفتن به هلند، بازدید از مزارع و دیدن عملی اون کارا، اینا رو دیدن. وقتی برگشتن الان کشاورزی در حقیقت دامپروری مملکت کپیست از هلند، عیناً پیاده کردن. و اما گل، وقتی در بانک کشاورزی کار میکردم به گلدار و گلکار و
گل پرور اینا وام نمیدادن، میگفتن این تزیینیه. ولی من چون رئیس اعتبارات بودم اونجا خیلی سعی کردم که این طرز فکر رو تا حدی عوض کنم. میگفتم آقا شما کشاورزی مورد نظرتونه، کی این کشاورزی رو انجام میده ول کنید. این چیزی که مشکلی داره و در آینده مردم گل میخرن. شما ما این نمیخواید کشاورز درآمدش زیاد بشه، این نیاز بشه. این یکیش. مسئله کشاورزی را با ما جدا کنید. در هر منطقه کارشناسان کشاورزی روی محصولات عمده فعالیت دارن و تلاش میکنن. خب خدا عمرش بده، آقای مهندس جلال عجایبی افتاد جلو و همکارای پیشکسوت‌ها و همه رو جمع کرد، 15 نفر رو تا رسون به 60-70 نفر شدیم ما. در منزل خودش، در خونه خودش در یوسف آباد، در پارکینگ خونه‌اش جلسه تشکیل دادیم و بعد از چندین جلسه نتیجه به جای رسید که بیاییم یه شورا، یه تابونی تشکیل بدیم و خلاصه یه تابونی گل و گیاه تشکیل دادیم. حدود 2 سال ما در پارکین و فروشگاه ایشون هفته 1 تا 2 دفعه ما اونجا جلسه داشتیم. بعد یواش یواش به فکرمون افتاد که یه جایی باید برای این شغل و برای این مکان در نظر داشته باشیم. خب ارباب برهام از دوستای مهندس منصر و مهندس عجایبی و حاج آقا جعفری بودن. اینا اومدن یه باغی داشتن در شهید عراقی، اون باغ اومدن رفتن اجاره کردن 5 ساله. 5 ساله این باغ اجاره کردن. حالا من تو ذهنم نیست که چند به چه مبلغی اجاره کردن و اونجا را تحویل گرفتن و اعلام کردن و عضو تعاونی تمام تولید کننده را که تولید کننده گل و گیاه بودن عضو کردن، همه را دفترچه دادن و از کنم به خدمت شما کارت دادن و همه شدن، شد یه اتحادیه، یه تعاونی و چندین سال تقریبا ما 20 سال اونجا از اون تعاونی به خوبی هم حمایت کردیم، هم تعاونی از ما حمایت کرد. ما اتحادیه و شورای تولید کنندگان اون چیزا نداشتیم. بعد از انقلاب به همت آقای مهندس عجایبی که خب زحمت کشیدن و حقا هم زحمت کشیدن، شورای تشکیل دادن و اتحادیه تشکیل دادن و خوبم بود، خیلی خوب بود. و خب من مثلا جزو همون شورای که تشکیل دادن جزو 27مین نفر بودم که عضو شدم و چیز شدم و این خیلی موفقیت آمیز بود، خیلی خوب بود. ولی شما یه شورا که نمیتونه جوابگوی این صنف عظیم باشه، خیلی صنف بزرگ و درهمیه. باید یه پشتیبانه بزرگتر از اینا باشه. مثلا باید خب دولت حمایت باید بکنه. من مشتری داشتم که اومده اینجا به من گفته که آقا مثلا لیلیوم چاخه چقدره؟ 15. میگم واقعا؟ میگم آقا واقعا؟ میگم من چند روز پیش شهر غرب بودم، همین لیلیوم خواستم بخرم، ازشون پرسیدم شاخه چنده، گفتن شاخه 90,000 تومان. 90,000 گاره بخوره، همین بود، مثل همین بود. آقا به من گفت شاخه 90,000. خب این احتمالاً کسیه که تازه وارده تو این کسب و مثل مکانیکی میمونه که صبح تا شب بیکار بوده، وقتی میری اجاز عیب میذاره رو ماشینه، ولی وقتی سرش شلوغ باشه میگه خب آقا همون کار معمولیش انجام بده. یک اینه. 2 کارگل یه موقع دست باغدارا بود، الان دست دلالاست. دلالم برای این کار دل نمیسوزونه. الان شما نمایشگاه که دایر میشه بیشتر دلالا تو نمایشگاه شرکت میکنن، در صورتی که تولید بلد نیستن، دلالن. شما اگه بریم بازار گل
می‌بینید اکثر کسایی که اونجا بساط کردن باغدار نیستن، دلالن، در صورتی که این غرفه ها مال کساییه که تولید کننده هستن. خب آقای تولید کننده جنسشو میاره، این دلالی که اون غرفه رو گرفته جنس رو همینطوری میخره، شاخه چند شاخه اینقدر مال من. یکی از بستگان‌ها داره ازدواج میکنه، میخوای برایش سبد گل بفرستی تالار، اگر یه قشر ببینم حقوق بگیر باشی، معلم باشی، کارمند بانک باشی، طبقه متوسط باشی، بخوای یه سبد بخری 500,000 تومان 450,000 تومان، برات خیلی سخته. خب اینی که رفته رفته باعث میشه به خاطر این تورم یا اضافه قیمت هایی که توی بازار وجود داره شما کم 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 از گل زده بشید. بازار گل رو موقعی شما میتونی به نظر من بسنجی که یه شخص متوسط یه 4 شاخه گل بخره برای خونه برای خانومش که من به ندرت میدونم. واقعا ما مثل یه خانواده گرم بودیم دور هم، مثل حالا نبود که دلال بازی باشه، دلالا بیان گلای ما رو بخرن ببرن به چند برابر قیمت بفروشن. همه خودمون بودیم، همه همدیگر رو دوست داشتیم. اگر برای دل خودت چیزی درست کردی، خودت پسندیدی، دیگران هم میپسندن، وگرنه مجبوری معدوم بکنی، یه چیزی جایگزین بکنی. این روال کار منه، نه من، صنف منه. خب مضافم بر این که اگر یه آسیبی هم میبینیم خوشبختانه متاسفانه نمیدونم تا حالا کسی حمایتی از ما نکرده. من سال گذشته 2 تا گل خوندم در اثر اشتباه، چون من پاهم کمر رو عمل کردم نمیتونم بیام، بعد هم سنگین بود، پس چون گفتم بشین تو خونه، کارگرام هم نیومد، پس دستورم نتونستم بدم که یه کاری انجام بدید. 2 تا گل خوندم خوابید، چیز حدود 80 میلیون خوابید. 30 میلیون هم خرج کردم، بازسازی کردم، خب میشه 120 میلیون. خب من به این راحتی پا نمیگیرم وقتی که یه برف میاد دقیقا ضرر میکنم. انتقادم ندارم از کسی، توقع هم ندارم، اون ضعف منه، نباید اینطوری میشد. خب حالا یکی بیاد بگه آقا شما این سفارش رو بهت میدم درست کن، من میبرم، هیچ کی نیست. ببین من به دلیل اینکه یه گل فروشی دارم، اون داره منو ساپورت میکنه، ولی 99% این تولید کنندگان گل فروشی ندارن. اینا بایستی بدن به دلال، آقای دلال چی بشه، یه مشت چکای در به در رو بهشون برگردونه، وگرنه پول نقد اینا بیچاره‌ها هیچ کدوم ندارن. کار ما الان تولیدمون دست دلال هست، دست واسطه هست، اون هست که تصمیم گیرنده. تولید کننده کاره نیست. من گل تولید میکنم مجبورم بدم دست واسطه ببره هر کارش میخواد بکنه. توجه میکنی؟ من نمیتونم دخالت کنم. همه همینطور هستن تقریبا. من چیزی میخوام بگم راجع به گلکاری و گل فروشی، اینا پایه مادری ندارن. یعنی کسی باشه دانشگاهی باشه اینا رو درس داده باشه، مجمعی باشه که اینا رو یادشون داده آقا شما اونطوری گل بکارید، اونطوری گل خونه درست کنید، اونطوری گل بفروشید، اونطوری سبد بزنید. اینها یه همچه جایی نه گل فروشی داشت نه گلکاری داشت و نه حالا داره. اینا هر کس به سلیقه خودش و ذهن خودش عمل کرده. یه چیز استاندارد نداریم، یه خاک استاندارد نداریم، یه گلدون استاندارد نداریم. گلدون الان برامون میزنن، گلدونای مثلا سطل 2 سال پیش با گلدون سطل 10 حالا فرق میکنه، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ اندازه. تکنیک نداریم که حساب گلخونه هامون که همه چیز نیست، پیشرفته نیست که
حالا یکی دو چند نفر اومدن تازگی اقدام کردن و وامی گرفتن فلان. همه این کارا ذوقیه. چند تا کارگر مثلا مال یک محیط یک منطقه خاص ایران میان، اونا با سلیقه خودشون یه چیزی میزنن توی سبد به عنوان گلار، در صورتی که گلارایی حرفه‌ای نیست. نه ترکیب رنگ درسته، نه ترکیب گل درسته، نه اینا هیچ کدوم قابل عرضه نیست. ولی چون که گل پر میکنن ما فکر میکنیم گل زیباست. ما چون که چیزای خوب ندیدیم فکر میکنیم این زیباست. تو ایران هرچی کار میشه، بیشتر کارهایی که شده و باغدارا میرن دنبال گلای درشت میرن، مثلا آنتریوم، لیلیوم، شیپوری، مثلا خورشیدی، غیره این حرفا. ولی مثلا دنبال گلای ریز زیاد با اون صورت کار نمیشه. در صورتی در غرب الان دنبال گلای درشت زیاد کسی نمیره. یعنی الان زیبایی گلا رو در مثلا گلای ریز بینم، به صورت مثل بسکت های کوچیک پر از گلای ریزه. حالا منتها الان یه چیزی هست که فرض کنید یه رو آنتری میخواد بکاره، میگیم باغ فرنی آنتری میخواست ببینیم که خاکش چیه، لوله کشی چطوریه، سقف گلخانه چطوریه و اینا یه چیزایی که میره انجام میبینه. ولی اینم ندیدن که میگن به پاشده، اینم ندیدن. اگه رسن خودن یه چیز دادن که به کارنامه مقایسه مقیاس نمیشه کرد، چون 300 سال جلوتر از ما هستن که ما بخوام با نفهم با 300 سالی که جلوتره جخت داد میفهم اشتباه کرد. حالا اگه ما گل بکاره هلندی با میشه میره اکوادور، کلمبیا، ترکیه، مالزی و هر جایی که آب هوای اون گل را داشته باشه. حساس ترین بخش تولید گل همونطور که توضیح هم قبلا براتون دادم اون کسی بودی که بهش میگن لاینر، کسی که بذر رو میگیره میکاره و بعد تبدیلش میکنه به نیشا. اینو باعث متولی وزارت کشاورزی بیاد صنف بندی بکنه. من از استادای من، از اونایی که به اصطلاح پیر بودن شنیدم که اینایی که در خارج هستن، اونایی که مثلا روی گیاه کروتون کار میکنن دیگه نمیتونن دیفنباخیا چیه. اینجا یه باغدار همه چیزا باید خودش تهیه کنه، از یه دونه میخه یه زوار گلخونه بگیر تا برو نفتش و گازش و نمیدونم فلانش و برقش و همه بذرش و کاشتنش و همه چیزا باید خودش چیز کنه. ولی شما وقتی که میری هلند یا اروپا میری میبینی که خود این باغدار کارنی، همه کارا رو براش انجام میدن، همه شرکت ها انجام میدن براش. خودش مسئول گلم مثلا ببره، اون گلم که وقتی تهیه میکنه میبره میده دست شوراشون، اون براشون میفروشه با کمال اطمینان و فلان. اینجا پدر یک تولید کننده در میاد، یعنی از بی بسم اللهش همش باید خودش باشه. صنعت گل کشور پیشرفتش به دو چیز وابسته است. یکی افزایش تولید ناخالص داخلی که ملت توان مصرفشو داشته باشن، یکی صادرات. یعنی مردم هرچه ثروت ملیشون افزایش پیدا کنه مصرف گل اضافه میشه. شاید خانواده‌های فقیر سالی شاخ گل هم نخرن، توی شهر میبینن توی مغازه میبینن و ارضا میشن. پس هرچی ثروت ملی افزایش پیدا کنه و توزیع این ثروت ملی بهینه باشه، تقاضا برای مصرف گل زیادتر خواهد شد. یکم صادراته که متاسفانه هر دوی اینها در 7-10 سال گذشته دچار بحران شده. یعنی ما تقریبا در دولت 8 و 9 صادراتمون به طور کل دگرگون شد با این قطعنامه ها و با این سیاست های خارجی دولت 8 و 9 و اینا بحران هایی که آفریدن. حالا گل که هیچی، مثلا پسته هم دچار بحران شده بود یا صادرات غیر نفتی همش.
مگر اینکه این صادرات ما مورد نیاز جامعه به خصوص غربی و OECD باشه که نیازمندن علیرغم مسائل سیاسی، چون نیاز دارن میبرن، ولی گل در این رده نبود و این دو دلیل، یعنی عدم افزایش ثروت ملی و توزیع آن در به صورت عادلانه تر در کشور و عدم توان صادراتی سبب شد که سرمایه گذاری ها هم به مرور کم بشه از طرف بخش خصوصی. خب تولید کنه چیکار کنه؟ ضایع کنه؟ تولید کنه گلی که تمام میشه مثلا 500 تومن سر چهارراه بفروشه 300 تومن. یعنی بی‌رغبتی در اصلاح ساختار گل تولید کنندگان به وجود اومد. عدم سرمایه گذاری، بی‌رغبتی، تقاضای کم، قیمت تمام شده رو به شدت بالا برد. هرچی قیمت تمام شدن بالاتر میرفت، مصرف داخلیش پایین‌تر می‌آمد. توان صادرات هم نداشت، خیلی محدود. این فریب این تولید کنندگان نخوری نمیدونم یک شاخه گل یک بشکه نفت، یا شعارهایی است که میدم مثل مرغدارا که میگن صنعت مرغداری پس از صنعت نفت دومین صنعت کشوره. از این شعارهای بی ربط زیاد میگن و این مسائل سبب شد که صنعت گل راکت بشه، علیرغم اینکه یه افراد خاصی هم در عین حال تلاش کردن که علیرغم همه این مشکلات باز این صنعت رو بهبود بدن، این صنعت رو به رشد قرار بدن. حالا بعد فرصت شد شاید اسامیش هم ببریم، ولی مشکل صنعت گل عمدتاً یک مصرف محدودش به دلیل فقر عمومی در جامعه و قیمت تمام شده بالاست. و مسئله دیگرش هم بازارهای کم و بیش بسته خارجی، یک باز به دلیل قیمت تمام شده بالا و دو مشکلات سیاسی. یا حالا مشکلات حمل و نقل اینا هم درون ایناست. الان قرفان دست دوم که داره میفروشه ولی همون کمپانی که میخواد میکشته است، همون کمپانی که داشته روز میکشته است، همون قرفان رو داره میکنه میفروشه. نو نمیسد به کنه هست که همون کنه رو داره میفروشه. چرا؟ اونجا باید به صرفه تره. ما فارغ التحصیل کشاورزی زیاد داریم ولی 1% جذب این شغلا نمیشه. بیشتر شغلای کاذب و پردرآمد یا دفاتر یا واردات یک چیزی. بیشتر هم توی این زمینه بازم کشاورزی نیست، خارج از زمینه کشاورزی میرن. حتی طرف فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد کشاورزی یا باغبانی داره، حاضر بره مسافر کشی کنه توی این کار، چون این کار پرزحمتی، کار نخوابیدن داره، کار پر استرسیه، کار فعالیت بدنی میخواد. یکی از معضلات جدی ما در دانشگاه ها این است که دروس عملی اصلا نداره، یا خیلی کم یا بیشتر شبیه بازیچه است که یه گزارشی تهیه بشه داده بشه. اونجا از دانشگاه فوق لیسانس اومده پیش من که حتی پرلیت یک چیز کوچیکی رو نمیشناخته، شاید از بچه‌های کارشناسای فوق خیلی خوبم بوده. اون تو مثلا راجع به ایسی و زیر اصلا زیاد دستش هم به خاک نمیزنن، زیاد هم نمیشناسه. میگه خب حالا من گرفتم تا شدم رفته دیگه، یا ما در بیار زیر صدا بعد بگیری. این حتی مثلا این ایسی متر رو با 2 دفعه آب به تمیز بزنی، الکی نکنین، تو کالیبر کن، سر در نمیاره. حالا میخوام که اینجا مجابشون کنم به این کار، فعلا که بعدشون نیومده. حالا ببینیم چطور میشه. اگه بشه که اینجا رو اندازه کنم، آموزشی خوبم بدم در مورد 7-10 نوعی که خودم تولید میکنم آموزشم بدم. و تأسفم بیشتر درای جوانای خودمونه
که علاقه به این کار نشون نمیدن و نمیان. حالا یکی دو تاشون رو فقط شما میشناسین که اومدن، اونم باز کمک نمیکنن به باباهاشون اونجوری که باید باشه و بقیهشون رفتن دنبال سرمایه‌گذاری‌های کارهای دیگه. و بارها من باهاشون صحبت کردم آقا حالا این علم و فلان کشور به دست آورد، شما دستگاهش هم که میفروشه بخر بیار اینجا، خودت دست نمیکنه. ما اینجا اغلب این یا آقایون یا خانوما رو میفرستن از طرف دانشکده کشاورزی، اینجا دوره میبینن پیش ما و میبینیم هیچی نمیدونن. ولی اونجا نه، اونجا 100% علمه. علم تحقیق میکنه، به شمای باغبون میگه آقا این گیاهو اینقدر رطوبت بده، اینقدر آب بده، اینقدر، شما حق نداری کار دیگه بکنی. ولی من نه، من میبینم علم اینجا چیزی به من یاد نمیتونه بده. بنابراین خودم تحقیق کردم، خودم رسیدم. وقت این رسیدن من طولانی تره. هم دیگر مگر که سابق که به حساب ما یه چیز داشتیم، یه اتحادیه‌مون توی خیابون شهید عراقی بود، هیئت مدیره یه برنامه خیلی خوبی گذاشته بود، یک شنبه ها و سه شنبه ها هیئت مدیره میمد اونجا، خود مردم هم تمام اعضای صنف هر کی هر کاری داشت میمد اونجا و یه کلاسای به حساب آموزشی گذاشته بودن. خیلی انسجاممون خوب بودش، تمام به حساب تولید کننده ها. حالا یکی مثلا گازوئیل میخواست، یکی سوخت میخواست، هر چی میخواست روزای سه شنبه و یک شنبه اونجا انسجام. خیابون شهید عراقی که به حساب فروختن و رفت تو طرح به حساب وزارت اطلاعات، این انسجام ما اصلا پاچید، باعث شد که دو دستگی و سه دستگی ها به وجود بیاد. اینا دیگه اون درد دلا که میشد، مثلا من قشنگ یادم آقای حسن ولی، آقای خادم، آقای حاج قاسم علی، محمد ولی، اینا جمع میشدن میمدن اونجا میشستن، مردم هم میمدن درد دلاشونو میگفتن، صحبتاشونو میکردن، یه انسجامی بود بین ما. به خاطر همین بود که ما تو زمان جنگ هیچ مشکلی نداشتیم، به خاطر همین انسجام. ولی متاسفانه وقتی شهید عراقی رو که به حساب فروختن، این انسجام از بین به حساب میون برداشته شد. ما هیچ کدوم هم دیگر قبول نداریم، ما هیچ کدوم به هم اعتماد نمی کنیم. این صنف اصلا صنف نیست. هر کس واسه خودش اتحادیه درست کرده، هر کس واسه خودش تشکلی درست کرده، حالا ظاهرا، ولی همون تشکلات تو خودشون هم اختلاف دارن. تو همه جای دنیا اینا اتحادیه دارن، اتحادیه میخواد کارا. ما یه بار میان میشینن یا اگه نمیشه این بولتن دارن، مشکلاتشون رو عنوان میکنن، چیزایی که به درد هم دیگه میخوره عنوان میکنن. درسته ممکنه اون فوت کوزه‌گری رو که من دارم اون ریز رو به کسی نگم، ولی خیلی از مسائل آقا من این مشکل دارم، بیماریم اینجوری شده باید، ولی ماها اصلا تو گلخونه هم دیگه راه نمیدیم. اگه یه کسی سوال میکنه، من یادمه چند سال پیش آقای زعیم همین حاج علی آقا به من گفت بیا یه مشکلی رو آنتوریوم هم هست. رفتم و کودو بررسی کردیم. حالا من نمیدونم خود حاج علی آقا چرا انقدر بی‌دقتی کرده تو این مسئله. خود علی آقا واقعا استاده. دیدیم مثلا یکی از دوستان راهنمایی غلط کرده است که این کودو اینجوری، یعنی تا این حد خیلی بده. ما درسته بنده با آقای ایکس با آقای ایگرگ رقیبم در تولید ولی همکارم، ما باید مشکلات کاریمون رو با هم رد کنیم. حالا بله بنده مثلا فلان گیاه رو درجهشو مثلا اپسیلون بالا میبرم یا پایین، ممکن به اون نگم ولی این لطمه‌ای به اون نمیزنه. این فقط کار من یه مقدار کیفیت منو بالا شاخص‌تر میکنه، ولی اون هم میتونه چیزایی رو بگه که به درد من بخوره. من بارها تو همین گلخونه‌های کوچیک سنتی میرم چیزی یاد میگیرم. خیلی پیش با افتادیه و مثلا پلاستیکش اینجوری کشیده یا زمینش اینجوری آب میده کودش، من یاد میگیرم چون چشام بازه برای یاد گرفتن. خب همینا رو میتونیم با هم مبادله کنیم. متأسفانه نیست. نمیدونم چرا ایران ناسیونالی که اتومبیلش 3 برابر فرانسه میفروشه ورشکسته است؟ برای که مدیریتش درست نیست و هر کسی شده چه از رؤسای مملکت، مسئولین مملکت، مسئولین شرکت ایران خودرو، هی اقوام و دوستان و آشنایانا هی گذاشتن تو این کارخانه و کسی کار نمیکنه و حقوق میگیره. خب این
معلومه که ورشکستگیه. علت شکست کشاورزی و صنعت در ایران اینه که کارگر ایرانی کار نمیکنه. این علتشه. با دوستانی که داشتیم اونجا آلمانی بودن که در کارخانجات آلمان کار میکرد، میگم ما روزی 1 ربع باید بریم دستشویی تو 8 ساعت. تو 8 ساعت 1 ربع باید بریم دستشویی. آقا اینا آمار گرفتن دیگه. آدم طبیعی باید 1 ربع بره دستشویی یا 2 تا 7 دقیقه بره تو دستشویی دیگه که میشه 1 ربع که بقیه رو کار بکنن. بعد میگفت که این تعداد رو اگر من درست نکنم منو بیرونم میکنن. تعداد رو باید با کیفیت درست کنن. مالو اینه که صنایع آلمان کیفیت اگه نداشته باشه تا میاد میبینه اون کیفیتش را از بیرونشون کنه. بنابراین مردم کار میکنن. اینجا نیست اینطور. بازم یکی از معضلات ما پرسنل بنده، اگر بنده به عنوان یه لولو بالا سرش باشم کار میکنه، اگر نباشم خودش مکلف نیست، خودشو مکلف نمیدونه، حضور پیدا میکنه ولی اون حرکتی که بایستی 0 تا 100 انجام بده 0 تا 20 انجام میده. این است که ما راندمان کار ما، هزینه های تولید ما از هزینه تولید در کشور آلمان و هلند بالاتره. شما تو تمام این باغا بری این صاحبکار خودش لباسکار رو پوشیده مشغوله و ایزن خود بنده 80% علاقه منه، ولی بخشش هم میاد که میگه اگه من نباشم اینطوری میشه. عقیده من که یک عضو کوچیکی از کشاورزی هستم، هیچ کسی هم نمیتونه چیز منو عوض کنه، سرنوشت منو عوض کنه مگر اینکه من بخوام. من صبح الان با وجود که بازنشسته دولتی هستم و در حدود 70 خورده سال سنمی، صبح ساعت 8 صبح من سر کارم تا ساعت 11:30 یا 12. ساعت 12 میرم، ساعت 3 بعد از ظهرم برمیگردم میام اینجا. یا اینکه لباس میپوشم آبیاری میکنم، یا اینکه زمانی که آبیاری نداشتم میشینم قلمه میزنم، رو همین صندلی میشینم قلمه میزنم. 77 سالمه این پینه های دستم و هنوز از 6 صبح من کار میکنم تا مثلا هوا تاریک بشه. الان اونا هم همشون همینجورن. قدیمی ها شما خود همین آقای گلکار رو الان اگه تشریف ببرید باز میبینید خودش قیچی دست چه کار میکنه. آقای بهرام همینجور، آقای امیر عجایبی که مثلا برادر آقای عجایبی همینجور. اینه که ما روی عشقی این کارو کردیم. این گل هم چیزی نیستش که بگی آقا بذار تو انبار بمونه حالا یه روزی بالاخره قیمتش میره بالا. این یخ فروشیه. از همون لحظه که تولید میشه داری چکه چکه آب شدنشو ذوب شدنشو داری به چشم میبینی. ما الان 90% باغات ما اگر افاقنه نباشن خوابیده، رو شونه افاقنه داره میچرخه. خیلی از باغای این منطقه الان رفتن به دلیل شرایط کاری سختی نصف کاری دارن با افغانی شریک شدن. تولید کننده ها شدن افغانی به این صورتی که مثلا میان اینا رو به عنوان نصف کاری، یا عرف و عادتی هستش تو صنف ما به نام نصف کاری، آب و زمین در مقابل کار. یعنی اون کسایی که زمین و آب دارن میدن به یه سری افغانی در مقابل کاری که افغانی انجام، باقیش همه سرمایه گذاری نصف، درآمدش هم نصفه. این افغانی ها وقتی به این صورت کار میکنن خودش و زنش و بچهش اینا وا میسن یه دفعه مثلا یه شب 10,000 گلدون پر میکنن، در صورتی که وقتی من بخوام موز بدم به اینا این 3 نفر برای من موزی 300-400 تا نهایت 500 تا گلدون بیشتر پر نمیکنن، ولی وقتی برای خودشون وا میکنن 10,000 گل، بیش از حد مصرف داره تولید میشه. الان تولید بی‌رویه است. علتش هم همینه که مثلا گلا زیاد میمونه دیگه، همشون فروش نمیرن. یا اون افغانی ها مثلا وقتی تولید زیاد میکنن مجبورن به 1/3 قیمت تموم شده ما گیاهاشون رو بفروشن، برای اینکه برای اونا صرف میکنن، هزینه ای نکردن.
خودش کارش بوده دیگه، آب زمین اون داده، اینم کار کرده، سرمایه‌اش هم اون صاحب زمین داده، حالا سر محصول ازش به حساب کم میکنن. اینه که به حساب ما نمیتونیم اصلا دیگه با اجرت دادن به کارگر اینا مثل اونا کار بکنیم. اینه که به حساب رقابت با تولیدی ما با اینجور به حساب بازاری که درست شده یه مقدار مغروم به صرفه نیستش. یکی از مورد نیازترین صنایع توسعه گلخانه هاست در کشور، ولی از نظر تحقیقاتی و تکنولوژیکی بسیار عقب مانده ایم. حتی بلد نیستیم که مثلا تهویه یک گلخانه رو چجوری تنظیم بکنیم. در عمل اینجوری ها، یه حوض میذارن، یه بادکشی میذارن، ولی اینکه چجوری محاسبه بشه، چجوری، چون در صنعت گلخانه مهمترین چیز تهویه است و تغذیه و در هر دوش از تکنولوژیکی و علمی ما به شدت ضعیفیم. ما باید از خارج بیاریم. وقتی میخوایم مثلا در 1 متر مربع گلخانه 150 شاخه گل رز تولید کنیم، این نیاز به تکنولوژی داره که قیمت تمام شده من با کنیا و کلمبیا رقابت کنم. ولی شما بهترین گل رو تولید کن، قیمت تمام شدهش 2 برابر کنیا و کلمبیا باشه کسی ازت نمیخره و تولید کنندن بعد از یک دوره ورشکست میشه، میره تغییر شغل میده، مثلا گل رو تبدیل میکنه به خیار. اینه که دولت در این زمینه‌ها باید کسانی که در بیزینس و صنعت و تجارت گل هستن کمک بکنه و بقیش بر عهده خودشونه. مانع تراشی نباید بکنم مثل گذاشته. یعنی من خودم واقعا برخورد میکردم با اون زمان که تو وزارتخونه بودم با زیر مجموعه هم اگر میدونستم که بی دلیل مانعن، یعنی چون بالاخره خورده شیشه هم دارم پرسنل دولتی، هم میخوان در مواردی بگم ما مهمیم، هم ممکنه انتظارات دیگری داشته باشن. البته این دلیل نمیشه من بگم خدای نکرده همه پرسنل دولت کراپتن. درصدی از اینا مانع تراشی میکنن، بخصوص اگر این درصد اقلیت به مدیریتی هم برسن. یواش یواش فکر کردم که دانش و گلکاری باید بیاد به ایران، ولی هلندی‌ها این دانش رو به کسی نمیدن که برای خودشون رقیب بتراشن. اما فکر کردم که حالا که تو سفارت دست من بازه سمینار بذارم، به بهانه اینی که خب شما اگر سمینار بذارید مشتری پیدا میکنید، اینجا گلتون رو میفروشید، گل و سایر صنایعتون، و در نتیجه تعداد شاید نزدیک به 10 تا سمینار اینجا داشتم. یکی در تبریز، یکی در مشهد، 2 تا در اصفهان، 2 تا در شیراز، عرض کنم که 2 تا در مشهد، یکی دامپروری، یکی کشاورزی. و خوشبختانه الان که نگاه میکنم بدونی که سر سوزن مایل باشم تبلیغ باشه اسم برده باشه کی چی کار کرد، نه، تنها کسی که قدر من میدونه و به عناوین مختلف اسم میبره یکی دکتر کلانتریه، یکی آقای بهرام جعفریه. این 2 نفر میدونن که چی شده، چه کاری انجام شد. در نتیجه گل، ادامه گل، چون در قدیم هم بوده که اینا برز می آوردن، نشا می آوردن، پیاز می آوردن از هلند، ولی رونق گرفت برای اینکه دیدا خیلی کوچیک بود. 5000 گیلدن یا فلورن میخواستن جنس از هلندی که هر دفعه معامله میکنیم میلیارد میلیون این معامله میکنه، برای این 5000 فرانک 2 سال میدویدن تا بتونن اینو بگیرن. بانک میگفت وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی میگفت بانک مرکزی که اینو تصویب بکنه. خب این در شرایطی بود که هلند بازار دنیا رو قبضه کرده بود و به هیچ کم نمیداد، اما این کارشناسا که میمدن توی سمینار رو شرکت میکردن برای خودشون، برای اینکه جاپا باز بکنن، میگفتن که بله ما با ایران فلان، در صورتی که همه معاملات اینا بیشتر از 200,000 مثلا گیلدن نبود.
چرا ما نمیتونیم یک کلاس اتاق فکر داشته باشیم تو این صنف که آقا تو محرم ما سفر ما چی کار کنیم گل ما فروش بره؟ آیا ما ورود کردیم به مسائل مذهبی یا نه؟ یا همه دست میذاریم گریه میکنیم؟ یا در ماه مبارک رمضان چه کار فرهنگی انجام شد که مردم گرایش به گل داشته باشن؟ نکردیم. خب دانشمندای انگلیسی میگفتن که در آمریکا آمدند های گیاه ها رو گرفتن، این جریان میگم مال 1059 های گیاه ها رو گرفتن در لوله آزمایش مخلوط کردن، گیاه جدید به وجود آوردن. دانشمندای انگلیسی در اون زمان میگفتن اینا دست تو کار خدا بردنه. حالا واقعا رسیدن به اونجا. والا وضعیت بازار زیاد جالب نیست، برای اینکه خدمتتون عرض کردم که ما وقتی که میخوایم یه چیزی رو صادر کنیم باید کیفیتش بالا باشه، بلدیم درست کنیم، ولی اون مایه اصلی که مثلا خاک مرغوب داشته باشیم ما نداریم. همیشه خاکای پیتماس از هلند می اومد، از فلان می اومد، ارزون هم بود و صرف هم میکرد. گیاه رو وقتی میکاشتی توش هیچ انگلی توی اون خاک نبود و خیلی سریع رشد میکرد، خاک سبک بود، حملش آسون بود و هرچی هم توی این گیاه، من یه زمانی اینجا 20-30 هزار آزالیا عمل می آوردم و وقتی می بردم همون بهرام خان می گفت تهران رو روشن کردی با این آزالیایی که عمل آوردی. ولی الان خاک دونه 100,000 تومان 80,000 تومان وارد میشه، اون کیفیت هم نداره. بنابراین اون وقت یه گلدون آزالیا رو چقدر ما بفروشیم؟ من آزالیا رو هم گذاشتم کنار. من الان یه تعداد خیلی کمی دارم که اونا مادری قابل فروش نیست، نمیفروشم، دوستشون هم دارم، چند رنگ پرپر نوع بهترین نوع آزالیاست. تو ایران 6 ماه 5 تا 6 ماه از ما کسادیه، تعطیل کسادیه، یعنی مثل محرم، مثل سفر، مثل ماه رمضان، مثل ایام فاطمیه، مثل این پنجشنبه جمعه که به عزا میخوره. گل شما نمیتونه بفروشی، تاج گل هم گل به در بخور کار شما نیست. با 2 متر که میکندین آب میومد، ولی خب حالا میزانش یه مقدار رفته پایین که اجباراً هست، ولی در هر صورت مشکل آب هم همونطوری که خود دولت هم بهش اشاره میکنه مشکلی است که میبایستی که صنعت کشاورزیمون رو ببریم روی آب دادن قطره‌ای. دست زیاد شده توی کار. اون با 5 تا فروش گل تولید کننده گل 10 تا داشته، بیشترشون تو منطقه تهران بودن که تو برنامه این 2 تا شهریار چند تا تو کرد، خیلی کم تو اصفهان. الان شما تو هر گوشه کردستان ما گلخونه داریم 5 هکتار، شمال همین ترتیب. اینجا زمان فقط گلای آب گلدونی داشتن، همینجا همه جا میمدن، همینجا بازار بود، میمدن اینجا نوبت میرفتن. تولید کننده خیلی زیاد شده، حتی فروشنده گل هم خیلی زیاد شده. ما یادم میاد گل فروشی پایین بهرام که بودیم، خب اونجا کوچیکی هم اونجا کار میکرد، من بودم و ما اونجا مشغول بودیم، مثلا 30 تا 40 تا ماشین فقط گل میاد اونجا. الان هر دکه‌ای به ماشین خلاصه میزنه. الان گل فروشی سیار هم زیاد شده. سازمان جهاد کشاورزی گرچه مدیریت باغبانی داره ولی هنوز به اون صورت رو ما زیاد حساب نمیکنه. ما رو به بازی نگرفتن، رو ما حساب نکردن، از ما حمایت نمیکنن. گرچه تا اینجا همازشون متشکریم، سوخت رو به ما دادن، احتمالاً زمانی که مواد اولیه دست دولت بوده گلدان رو به ما دادن، ناردون رو به ما دادن، چه جای تشکر. در زمان آقای رفسنجانی آمدن اینجا که با ماها شریک بشن و این کاری که الان در تایوان دارن میکنن اینجا انجام بدن. در اون بره از زمان خب ما قانونی نداشتیم که شریک خارجی بتونیم بگیریم. البته الان هست، الان درست شد، ولی خب دیر شد. اونها رفتن در تایوان سرمایه گذاری کردن و الان 20 سال گلش داره به دنیا فروش میره و الان مرکز گل، در صورتی که این کار باید در ایران میشد، چون ایران 4 فصل داره، اینجا 1 فصل داره. صادرات 20 شاخه گل مساوی صادرات یک بشکه نفته
بنابراین بیاین کمک کنید. از نمیگیم مادی ها، هممون پول داریم ما گلکارا، احتیاجی به دولت نداریم. بیایید کمک کنید بازار رو برای ما باز کنید، بازار دنیا رو. نگید گل فانتزیه، نگید گل مال سر قبره، نگید گل به درد نمیخوره، به درد صادرات که میخوره که. بیایید این کار سرمایه گذاری کنید. باور کنید اگه 4-5 پیر مرد مثل ما بمیرن دیگه کسی نمیکنه این کارا، دیگه نمیکنه. یک رشته رو ایشون میره دیفنباخیا کار میکنه، همونه. حالا من اینجا الان در حدود 150 نوع گیاه دارم، هر کدوم اینها هم یک نوع زبون میفهمن. من باید زبون همه اینها رو بلد باشم. اگر آبیاری رو بدم کارگر من بده، احتمالاً مثلا به این امپیشن ها آب زیاد بده 2 روزه میگنده. ملاحظه بودید؟ ولی مثلا این کاج متعبقا رو اصلا به طور کلی گیاه، من و شما هم همینطوریم، اگر یه خورده آب زیاد بخوریم رو دل میکنیم دیگه. به گیاه هم اگر آب زیاد بدیم رو دل میکنه، خاکش لجن میشه، ریشه دیگه کار نمیکنه. پس من باغبون، منی که دارم اینا رو هدایت میکنم، باید اینقدر فهم و شعور داشته باشم که کدامو چقدر آب بدم و کدامو کمتر آب بدم. تا کی باید یه چیزی کار کنی؟ تنوع، نوآوری اینا لازمه. همزمان به این ایده های نو، کارهای نو، فرمولای نو، کود نو، ماده نو، ریزمغذی نو نیست. کی ما رو قبول داره که حرفمون گوش کنه؟ گفت موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. جوانی یعنی چی؟ جوانی یعنی چی؟ یعنی بلحوثی، یعنی عشق، یعنی چی؟ یعنی بازی، یعنی شور. گذاشتم کنار همه رو. حالا دارم فکر میکنم که کجا رو اشتباه رفتم. حالا به اینجا رسیدم، حالا کی منو قبول داره؟ عرض کنم به خدمتشون الان کار شده صنعتی دیگه، تکنولوژی رفته پیشرفت کرده و خیلی کار راحت چپ شده. درسته باید سرمایه گذاری بیشتری بکنی، ولی کار حالا علمیه. اگه علم نباشه کار الان دیگه تعطیله. بله، کار صنعتی دیگه اصلا به صرفه نیست. حالا یه مقدار گلخونه هامون رو مدرنیزه کردیم، ولی متاسفانه الان با رکود عجیب بازار روبرو هستیم. توجه کنید یکی رکود بازار امسال هم که مثلا این گرونی گازوئیل اینا به حساب گرون شدن سوخت اینا هیچ توجیه اقتصادی نداره. الان پرورش گل لااقل برای ماها که مثلا تو کار چیز هستیم، البته برای اون چیزاشون هم همینجور، اون که وقتی صحبت میکنی پای درد دلشون میشینی، به اون صورت دیگه الان با این وضع سوخت اینا توجیه اقتصادی آنچنانی نداره گل گیاه. حالا ما نمیدونیم به کجا داریم میریم، خودمون الان همینجور کلاف سردرگم هستیم که داریم به کجا میریم. هی سال به سال هم اشتباه رو اشتباه، هی سال به سال میان تکثیرمون زیادتر میکنیم. خب ما یه سری آمارهایی داریم راجع به مسئله واردات گل به کشورهای عربی. حدود 15 میلیارد دلار اینها واردات گل دارن سالیان، که من داخل این پیشبینی‌های خودم با مراجعاتی که آقایون مراجعه میکنن از بازار همینطوری خرید میکنن، ما به راحتی میتونیم 1/3 این گلی که اینها میخرن، یعنی حدود 5 میلیارد دلار ما میتونیم صادرات داشته باشیم، به شرط اینکه پایانه‌ای که در دست ساخته افتتاح بشه. برای اینکه گل شرایطی داره، گل و میوه شرایطی داره که بعد از اینکه خریداری شد باید در کوتاه‌ترین زمان به دست خریدار اصلی که کشور خارجه برسه. برای اینکه اگر بخواد در یک جای توقف داشته باشه 1% قابل توجهش خراب میشه و این کار باید در پایانه‌ای که ساخته میشه که گمرک، دفعات، همه شرایط برای صدور آماده است و در یه زمان 2-3 ساعته همه این کار، حتی خریدش، بسته‌بندیش و حمل به داخل کانتینرش در عرض 3 ساعت انجام میشه. همون زمان وقتی حرکت کرد پلم شده است و دیگه هیچ جایی از
نقاط، چه حالا هواپیمایی باشه چه زمینی باشه، توقفی نداره و این جنس باید مستقیم به دست مصرف کننده برسه. کما اینکه الان خب کشورهای که الان ما هلند داریم فقط به عنوان کسی که واقعا سیستماتیک عمل میکنه، هر موقع گلش میاد هیچ جایی صدمه دیده نشد. قبل از انقلاب من یادم هست که صادرات خوب داشتیم، چیز خوب نداشتیم ولی صادر داشتیم به دو دلیل. به یه دلیل که این کویت و این کویت، مخصوصا کویت، من یادمه تازه استقلال پیدا کرده بود دیگه، پاورای هلندیان به این صورت تو این کشور عربی باز نبود. حتی خاک از اینجا من یادمه که گونه میکردن، کامیون میکردن میبردن خلیج فارس و گلدون و ملدون میبردن اونجا. چندین گل فروشی کویت ایرانیا داشتن. این صادرات اون زمانش بود. بعد از انقلاب چند سال بعد از انقلاب شروع شد برای شیخ نشینا و دوبه و کویت و عربستان و اینا. خب خوب صادر داشتیم، خوب بود، خدایش خوب بود. ولی یه چند ساله که دیگه اصلا به طور کلی صفر شد، هیچی شد. یه چند سالی خب این کشورهای آسیای میانه که وابسته به شوروی بودن اینا خوب می‌بردن دیگه. اینا یواش یواش هلندی‌ها اونجا هم گرفتن و مثل که قبضه کردن دیگه. من همینجا برای شما میگم آینده بسیار خوبی برای صنعت گل در ایران بنده قائلم و شناختی که نسبت به تمام تولید کننده ها دارم. انتقال خوبی پیدا کرده به افراد مختلف که الان دارن کار گل انجام میدن. فقط چیزی که مهم هست حمایت هایی است که بایستی در کنار تولید کننده اصولا باشه، ولی مطمئناً سرمایه‌ای که گذاشته شده در کار صنعت گل سرمایه خوبی گذاشته شده، دانش خوبی پیدا کردن، چون سرمایه فقط مسائل مالی نیست، دانشش هم هست. دانش خوبی پیدا کردن و جایگاه آقایونی که تحصیلاتی داشتن توی کشور هلند یا جاهای مختلفی کار گل می‌کردن، خوب اومدن شروع کردن به کار کردن و نتایج خوبی گرفتیم. شما اگر که بازدیدایی داشته باشین از گلخونه‌ها خواهید دید که بسیار خوب کار شده. ما فقط چیزی که برامون خیلی مهم و مطرح هست این هستش که باید وارد بازار جهانی بشیم و به قدری هم ما میتونیم راحت وارد بشیم که من الان یه مثال برای شما بزنم. ما دلارمون 1000 تومان شد 3000 تومان. یعنی این که اگر یه گلی در بازار جهانی $3 فروخته میشد، من تولید کنندم که میخواستم وارد این بازار بشم مجبور بودم همون $3 وارد بشم. حالا دلار یه دفعه شد 3000 تومان. خب من اگه وارد بازار جهانی بشم $3 که $3 که ثابت مونده، من اینجا اگر $3 وارد بشم 9000 تومان گیرم میاد، ولی اگر $2 وارد بشم 6000 تومان گیرم میاد. یعنی که من از این بین به راحتی میتونم وارد بازار جهانی بشم. متاسفانه دولت ها هم به هیچ وجه توجهی به این نکات ندارن. مسئولین، نه وزارت کشاورزی نه وزارت بازرگانی، اینها این کمک های لازم که باید به اتحادیه و اتحادیه ها و اصطلاح تشکل ها بکنن که این کار سر و سامان بگیره، اینها توجهی بهش نکردن و ندارن. نتیجتا این بازار ما رو از صادرات دور کرد. ملت نیازمنده، حداقل باید 140-50 کیلو در سال هر نفر شیر بخوره، حالا شیر و فرآورده‌های شیری. ولی 90 کیلو وقتی رو دست تولید کننده میمونه دیگه تکلیف گل روشنه. حالا باید اتحادیه‌شون منسجم‌تر بشن، بخصوص در مورد تولید، و بعد توانمندی‌هاشون افزایش بدن با تعامل با دولت. و الحمدلله داره یواش یواش فضای سیاسی خوب میشه. تولید خوب ما نداریم، گرون در میاد گل ما، هزینه ما زیاد گرون در میاد و هم کیفیت خوب نیست به نظر من، هم گرون در میاد. فضای سیاسی مثبت‌تر بشه،
ارتباطات بین‌المللی گسترده‌تر بشه، هم ما میتونیم تکنولوژی‌ها رو بهتر وارد کشور بکنیم، هم میتونیم بازار صادرات پیدا بکنیم دیگه ما رو راه بدن، و هم میتونیم اگر اتحادیه منسجم بشه سرمایه‌گذار خارجی رو بیاره برای بهبود وضعیت. و اگر سرمایه در داخلم نیست، خارجی حاضر بیاد سرمایه گذاری کنه به شرطی که استاندارداش رعایت بشه، به شرطی که مقرراتش محدودیت ایجاد نکنه که اون ارتباطات با تعاملات بین‌المللی است که دست دولته و اتحادیه میتونه از این استفاده بکنه. و قطعا باید اتحادیه هم تولید کنندگان بدونن که چه کسانی رو انتخاب میکنن. امروز آدمای کم سواد و بی سواد که مسائل اقتصادی رو نفهمه صرفا تولید کننده باشه به درد اتحادیه نمیخوره. حتی غیر تولید کننده بیارن مسائل اقتصادی رو درک کنه، مسائل بین‌المللی رو درک کنه، تعامل با حاکمیت و دولت رو درک بکنه. امروز هم کسانی باید بیان در رأس امور قرار بگیرن که دید بازتر از ما داشته باشن. یعنی چی؟ همکاری نزدیک با ایستگاه‌های تحقیقاتی، همکاری‌های نزدیک با دانشگاه‌ها، دعوت از متخصصین، بیوشیمیستا، زیستشناسا، دانشمندان بیان با ما همکاری نزدیک بکنن، ضمن اینکه با دنیا ارتباط برقرار کنن. الان باید هیئت مدیر عامل برن جهان رو ببینن، جای جدید بردارن بیارن. دلاله نیاره به من بده، چه اتحادیه نیاره به من بده. من تا کی باید درجا بزنم؟ یه دیفنباخیا بود به نام اگزاتیک، رفت شد تراپیک وایت. دیگه چی؟ هیچی. یه دیفنباخیا ما آوردیم به نام ماریانا. بعد از این چی؟ هیچی. یعنی ما صادرات بین المللی رو نمیتونیم الان انجام بدیم تا یک پایانه ای رو ایجاد نکنیم. صادرات یعنی کیفیت و قیمت تمام شده، اونها رعایت بشه، ولی شما بهترین پایانه رو هم داشته باشین. فرض کنید اصلا پایانه 10 سال پیش هم تمام شده بود، امروز یه شاخ گل نمیتونستین صادر کنید. قیمت تمام شده تون گفتم 2-3 برابر رقباست، اونا رو باید اصلاح کرد. اون وقت پایانه هم را نیاز هست. همه صحبتمون هم راجع به صادرات الان کشورهای جنوبمون هست، در صورتی که شما کشورهای شمال رو اصلا فراموش نکنید. یعنی کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن، اینها اصلا پارک بلد نبودن درست کنن. اینها الان کسانی که دارن پارک درست میکنن اکثرا ایرانی هم. و گلی که میان همینجا کانتینری گل میخرن، خودشون هم میشینن بغلش میرن حرکت میکنن میبرن تو پارکا مصرف کنن، کمون که خود ما میخرن. الان عراق یکی از مصرف کننده های گل شده در ایران، حالا قبل از این درگیری ها. خب شما الان محلات سوال کنین که همین سال گذشته کلیه گلخونه های داخل محلات رو کانتین ها را اومدن و گلاشون رو خریدن و بردن قسمت کردنشین عراق مصرف کرد. ما بازار، منطقه ما بازار آماده است، کما اینکه نه فقط هم برای کار گل. شما الان امسال هندوانه رو دیدین، خیار رو دیدین، گوجه فرنگی هم دیدین. مثلا بازار جهانی رو میتونیم بگیریم. هندوانه از اسفند ماه هندوانه ما داشتیم، در طول تمام دنیا هندوانه رو قاچی میفروشن، قاچ میفروشن. خب دیگه شما اینو حتما میدونید. خب چرا ما نتونیم صادر کنیم اینو؟ مسائل صادرات زمینه و همکاری جمعی دولت رو میخواد. من الان مسائلی که مطرح میکنم در بعضی جلساتی که دارم، حالا اسم میبرم، همه تعجب میکنن وقتی میگم آقا وزارت امور خارجه ما باید بیاد تو زمینه صادرات ما یه تشکیلات تجاری در تمام سفارتخونه ها داشته باشه که اطلاعات بازار اون کشوری که داخلش هست رو منتقل بکنه. کمون که الان خب همین کار رو قبل از انقلاب من خودم شاهد بودم ژاپنیا میکردن. یعنی شما اگر میخواستی بری یه جنسی رو از ژاپن بخری، سفارت ژاپن مترجم فارسیش که خودش هم ژاپنی بود همراه
همراه اون شرکت صادر کننده میفرستاد، با شما همراهی میکرد، تمام اطلاعات رو حتی از نظر مالی شرکت ها داشت. یعنی به من میگفت، من اگر بهش میگفتم که من میخوام ازت $100,000 خرید کنم، میگفت شما $50,000 بیشتر اعتبار نداری. همون کسی که همراهش بود، من این کار رو باهاش نمونه کردم. منظورم به اینه که ما این اطلاعات رو لازم داریم، زمینش کاملا موجود هست و انشالله به امید خدا ما چشممون رو یه مقدار از نفت دور بکنیم، بیایم به سمت صادرات و کالاهایی که امکان صادراتش برای ما در مملکت موجوده. من معتقدم که اتحادیه ها اگر میخوام تلاش بکنم باید برم با وزارت امور خارجه کار بکنم. دو بحث صادرات، وزارت خارجه بیاد بره واحدهای تجاری، بازرگانی، کنسولگری ها، سفارتخانه های کشورهای دیگر رو فعالیت بکنه. اونا برای ما زمینه بازسازی فراهم کنن واسه تجارت، نمونه کالا بدیم، رابطه تجاری داشته باشیم. اونا که تعطیله هیچ. حساب ما صادرات خوب که نداریم. صادرات یه مقدار چند سال پیش داشتیم، الان که هیچی، صفر هست. 7-8 سال پیش یه چیزای صادر می‌کنیم. ما خودمون اینجا یه مقدار زیادی تولیداتمون صادر میشد، ولی الان هیچی در ایران هیچی صادر نداریم به نام گل صادرات داشته باشه. اینا ما تولید زیاد داریم ولی قابل صادرات نیست الان. ما اصولا سیستم انحصار ورثه‌مون یه سیستم اشتباهی هست، مخصوصا برای کارهای تولیدی که ما الان خب همه باهاش مواجه هم. من خودم الان که اینجا میبینین در خدمتتون میام و میرم، حقیقت همین هستش که همین مسئله‌ای که شما میفرمایین برای اینکه اینجا از بین نره، برای اینکه ما اگه نبودیم اینجا کلا از بین میرن. ما اصولا سیستم کار صنعت و کشاورزیمون رو باید ببریم داخل شرکت، یعنی شما به صورت انحصار ورثه نباشه. ولی این چیزی که خدمت شما میگم، کشاورزی ما که کشیده شد به این وضعیت به خاطر این بود که یه فردی با 5 تا 6 تا 7 تا بچه وقتی فوت میکرد انحصار ورثه تقسیم میکرد بین افراد. خب بعدم که یه نسل بعدی که فوت کردن باز تقسیم شد، الان دیگه صرف نمیکنه تو اون زمین کوچیک یه کسی بخواد زندگیشو بذاره و درآمدشو بذاره از این درآمد. این کشاورزی هم چیزی هستش که حتما باید بالا سر کار باشی. اینی که من حتی فرمی رو به احتمال قوی درست خواهم کرد برای تولید کننده هایی داریم که بفرستم که شما بیایید و باقی که دارین به صورت شرکت در بیارین، به صورت شرکت باشه که این شرکت سهام هر فردی رو به اختیار خودتون در اختیارشون بذارین. اگرم میخواین فعلا کل در اختیار شما باشه مهم نیست، شما یه وکالت میگیری که کلا این در اختیار شماست. بعد از این که هر کسی فوت میشه شرکت اداره کنندش میشه، هر کی هم میخواد سهامش رو بفروشه میاد به داخل سهامدار شرکت میفروشه یا غریبه میفروشه که بعد اون شرکت کار خودش رو انجام میده. فقط مشکلی که در این بین میمونه مسائل اداری یه شرکت هست که مردم الان دنبالش نمیرن، برای اینکه در هر صورت تا میگن شرکت میگن خیلی خوب حالا باید مثلا کارمند داشته باشی، بیمه‌شو بدی، نمیدونم مالیاتشو بدی، نمیدونم همه این کارهای خاصی که برای یه شرکت دارن میارن که من فکر میکنم اینها بایستی که معافیت‌های درست بشه برای این کار که افراد بتونن تشکیلات تولیدی خودشون رو ببرن داخل. همین چیزی که شما فرمودید، من اگر اینجا الان یه وضعی برام پیش میاد، من الان به شما میگم یا خیلی توافقات اگر باشه راجع به فروش میفروشن، اگه توافقاتی هم نباشه خدمت شما عرض کنم ویرانه میشه. مثل همون مثالی که من برای شما زدم جاده کرج کارمسار سنگلی که شما اونجا ببینین، حتی آهنهایی که رو گلخونه بوده بردن، حالا شیشه ها شکستن، آهنهایی که رو گلخونه بوده، آهنهایی که ستون بوده نتونستن ببرن، ولی آهنهای رو گلخونه شو نبشی ها رو سپری ها رو همه رو بردن. من اینجا امسال مثلا 10 تا مشغله من اینجا اومدن باز کردن، 800 متر کابلا من باز کردم. شهرگرد نمیاد واسه اینجا چیز کنم، گفتم خودم بیام واسه اینجا. خب اینه که آدم سیر میشه از این کار.
شرگرد پیدا نمی‌کردم که بیا وایس اینجا از دست این دوزا و اینا که مواظب چیز من باشه. خب کارگرم که کار روز شد. اینا که در این کار اینا که ما نمیتونیم در خارج میلی هر جا شما تشریف برن تو کار چیز خودش کاری نیست. یه زنگ و یه شرکت‌های مخصوصن همه کاره، گل خونش همینجور، از کنم سایبونش همینجور، فوارش همینجور، آبپاشیش همینجور، سرما گرماش همینجور، شرکت‌هایی هستن میان انجام میدن براش. رو صادرات روابط بین الملل خیلی مهمه. یعنی با یه تلفن یک کسی میتونه قشنگ بارش رو بیاره خالی کنه با 2-3 برابر قیمت، ما با 1/3 قیمت نمیتونیم داخل کنیم. فقط میگه آقا مثلا یه ایرادی بگیرین که کار گیر بیفته. این مثل که شما یه جنسی با یک دوستات میخوای بخری دیگه، با دوست با هم معامله کردن خیلی بهتره از اینکه یک دوست به یک کسی که نمیخواد ببینتت مجبور نیستی که امکانش خوب نیست. مراودات کشور ما با کشورهای خوب نیست. ما به بحرین هم صادر میکردیم، به دبی هم صادر میکردیم، به کویت هم صادر میکردیم توسط دوستایی که داشتیم. مثلا 6 تا بارش من میدادم، استراتژیاش من میدادم، اسپرابوسش من میدادم، حالا لیلیوم و شالسترش من میدادم، حالا مثلا مریم شده که دیگه میگرفت بارش هم من خودم واسه شندل میکردم. عربا الان وضعیت خوب با ایران ندارن. دبی اومده چندین برابرش یه نفر از خودش داره میزنه از خودش تو دبی داره بازاری که مثل هلند داره، طراحیش هم مثل هلند. این دوستم آیه مهندس عجایبی هم داشت همین کار تقریبا میکرد. اختلاف بین بچهای تولید کننده خیلی زیاده. تو کشور ما خدا خواسته این فکر رو به مغز یک کسی داده که بیاد بفهمه که این هلندیه چرا شده هلند، چرا شده تولید کننده گل، چرا شده باغبان دنیا. بعد مقایسه کنه خودشو با این هلندیه. ببینید در یک کشوری هست که 40 برابر هلنده، تمام امکانات آب و هوای دنیا رو داره، ولی در مقابل یه هلندی که فقط یه نوع آب و هوا داره و 1/40 کشور ما هست ذلیل هستیم. او آقای دنیا شده، ما اینجا مستخدم دنیا هم نیستیم. ببینید این فکر حالا افتاده تو مغز یه نفری، اومده این فکر رو تکامل داده، با ارتباطی که با اینا داشته، با این که دیده اینا رو، انگیزه پیدا کرده که بیاد این کار تو این مملکت ایجاد کنه. عوض این که حمایت بشه، کمک بشه، هر مدیری، هر مدیر کلی سعی میکنه که این کار رو از این بدزده به نام خودش مطرح کنه و بعدم معلومات نداره، اصل رو نمیدونه، اگر هم بگیره نمیتونه بازگو کنه، میمونه کار. در تمام کارمون به این بنبست گرفتار هستیم. اگر که کمک بکنند، یعنی کمک فکری که ما بهشون میدیم استفاده بکنن ازش، ما اگر که امروز آقایون اقدام بکنن که البته همه جور قولش رو دادن، نه اینکه قول نداشته باشن، جلسات متعدد رفتیم، همه اینجا صحبت کردیم، قولش رو دادن. شما شهریور سال آینده که تموم بشه ما میتونیم صادراتمون رو از پایانمون آغاز بکنیم. برای اینکه من خودم خب هم مدیر عامل پایانه بودم، در جریانش هستم، هم الانم هفته حداقل 2 روز 3 روز مسائل جانبیش هم باز هنوز دست خود من هست، برای اینکه خب من سابقه داشتم و میدونم هنوز دست من هست. ما شهریور، انتهای شهریور، یعنی از اول مهر میتونیم وارد بازارش بشیم. و من حقیقت رو به شما بگم، برای اینکه شما دارین این مسئله رو ضبط میکنین، همه آقایون میدونن سفیر هلند در سال 88 که تماس گرفت با ما و گفتش که میخوام بیام پایانه رو ببینم، بهش خبر داده بودن که همچین پایانه مشابه آلسمر هلند ساخته شده که خب همه زحماتش هم آقای مهندس عجایبی کشیده، سالیان سال خیلی روش کار کرده. ایشون اظهار تمایل کرد که بیاد ببینه، ما موافقت کردیم. ایشون اول گفت پس ما بریم چند تا باغم ببینیم بعد بیایم اونجا، بازم موافقت کردیم. ما 3 تا باغ بردیم در برامین به ایشون نشون دادیم. ایشون آخر که میخواست جدا بشه، همراهشون که قسمت بازرگانی هلند همراهشون بود،
رو کرد به اونها، گفتش که ایران اگر وارد بازار جهانی بشه شما وضع ناجوری خواهید داشت. و حقیقت امر این است که ما در رشته گل پیشرفت خوبی کردیم، برای اینکه دانسته های تولید کننده های ما حقیقت در یه سطح قابل توجهیه. و الان شما گلخونه هایی که وجود داره که جدید مخصوصا ساخته شده تمام مطابقت میکنه با سیستم هایی که در هلند هست، تمام اتوماتیک، همه کارش اتوماتیک انجام میشه. سفیر هلند اومد پایانه رو بازدید کرد، تعجب کرد که چطور این آلسمر هلنده. خب گفتن آقای مهندس عجایبی همه اینا رو سابقه داشته و آورده، همه این کارش هم زحمت خود ایشون کشیده. از نظر ساخت و ساز هم ایشون حقیقتا به صورت کامل عمل میکنه. ایشون شب ما رو دعوت کرد منزلش، سفیر. ما هم به اتفاق حدود 10 نفر 12 نفر از تولید کننده ها و رفتیم منزلش. ایشون تنها خواستش از ما در اینجا، در انتهایی که بعد از اینکه ما شام رو اونجا صرف کردیم، این بود که بیاد هلند در اینجا سرمایه گذاری بکنه و با شما شریک بشه. که بعد از اینکه این پیشنهاد کرد ما گفتیم که اجازه بدیم ما در هیئت مدیره مطرح بکنیم، به شما خبرشون بدیم. که وقتی در هیئت مدیره مطرح کردیم گفتیم خب حالا اگر بیایم هلند داخلش بکنیم، در آینده باید یه شخصی مثل مصدق پیدا بشه دوباره بیاد این از چنگ این هلندیا در بیاره بیرون، مثل مسئله نفت، که اینو موافقت نکردیم کار. و از سال 88 هم این کار ما هنوز متوقفه، در صورتی که 1 سال کامل این کار داره برای اینکه تمام کار اجراییش انجام شده، بقیه کاراش انجام بشه و حرکت بکنه. داخل پایانه من نمیدونم به شما توضیح داده شده یا نه، سردخونه های بزرگی داخل اونجا هست، هتل داخلش هست، فروشگاه های معتبری هست برای کسانی که بخوان اجناس داخلی ایران رو بگیرن و اونها هم صادر بکنن. 2 تا بازار متفاوت داره، یه بازاری مربوط به گلای شاخه‌ای، یه بازاری مربوط به گلدونی، که اینها همه اینها دایر شده. حالا انشالله به امید خدا با همکاری وزارت جدید که 1 سالی هست که البته متاسفانه ما ندیدیم ایشون همکاری میکنند و ما این پایانه رو افتتاحش میکنیم. نتیجتا ما در این اکشن 2 نوع کار داریم. یکیش توزیع داخلیمون هست، دومیش صادراتمون هست. منتها اینجا حسن کار بر این هست که وقتی جنسا همه این اجناس از همه ایران میاد داخل این اکشن، اینجا تولید به اندازه‌ای هست که صادر کننده هر مقداری بخواد صادر بکنه میتونه خریداری بکنه. اگر این حرکت ایجاد بشه، اولا جلوی ضایعات ما رو بسیار زیاد میگیره و صادرات میتونه در یک روند بین المللی و متوازن با تمام اصول کاری پیش بره. خودم یه ریزه از سن خودم میترسم که نبینم اون زمانی رو که دلم میخواد که این کار صنعت گل تو یک کلاسی بیفته که حداقل استارت حرکتیش به سمت جلو باشه. ولی من امیدوار هستم این نوع زحمتی که الان شما داری میکشین، چون حقیقت اینجور کارا رو من همیشه تایید کردم و مطمئن هستم که اثرگذار هست و انشالله به امید خدا فقط دست کسانی برسه که اینها ببینن ما اشکالات کارمون در مورد مسائلی که در تولیدمون داریم چی هست و چگونه میشه این اشکالات رو برطرف کرد. انشالله تولید میبایستی طرحهایی داشته باشیم که جهاد کشاورزی برای یه سرمایه گذار این طرح رو در اختیارش بذاره، وام‌های متناسب هم بهش بده که بتونه گلی که میخواد تولید بکنه در منطقه‌ای باشه که از نظر آب و هوایی با اون گل سازگاری داشته باشه. خب شما میدونید که این مؤسسات اگر راه بیفته الان هزاران هکتار گلخانه‌ای که ایجاد شده توی این مملکت که حالا میگن 5-6 هزار هکتار
ما گلخونه داریم که حالا اکثر اینا همین با گلخانه های نایلونی و موقت هست که اینا باید کم کم تبدیل به شیشه‌ای بشه. الان در خیلی جاها این توسعه پیدا شده، توسعه که یافته و وارد کردن، گلخونه های خارجی وارد کردن، از هلند آوردن، از در ایران ساختن. اینها سبب شده که الان تولید داره کاملا چهرهش عوض میشه و میاد به طرف تولید انبوه و این اگر به تولید انبوه نخواد براش در مقابلش بازار صادرات و توزیع ایجاد بشه، تمام این پروسه ها به شکست برخورد میکنه. گفتن وقتی که جامعه به یکی بها میده، ارزش گذاری میکنه، این واقعیه. یعنی وقتی که تشخیص میده یک نفر این توان را داره که بره در رأس امور یک صنفی واقع بشه، براش افتخاره. ولی حصول این افتخار مستلزم گذشته. وقتی که شما توان اداره رو داشته باشی اما حاضر به فداکاری نداشته باشی، عملا صفر میشه. منی که توان اداره هیئت مدیره تعاونی تون کابل عباس‌آباد مازندران رامسر رو دارم، وقتی که برم مسئولیت رو بپذیرم، سیاست گذاری کنم، تقدیم بکنم، اقدام بکنم، موثرم. وقتی که بگم آقا به من چه بوده، الان سویه میشه. واقعا مهندس عجایبی استثنایی بود در این صنف. آدم بسیار بسیار درست، بسیار بسیار دلسوز بود، بسیار بسیار علاقه‌مند بود که یک کاری بشه، ولی متاسفانه این اخلاق یک حرف بودن خودش و یک دنده بودنش و استبدادش همه را از دور خودش تارون رفتن. همه اومدن کمکش بکنن، ولی همش حرف خودش بود. حرفی رو گوش نمیکرد که تعاونی باشه و شورایی باشه و کار پیش بره. عجایبی از دوستان بسیار قدیم و خوب بنده است، اما متاسفانه یه خود بد عمل کرد. من نمیگم آقای عجایبی هم ممکنه مشکلات خاص خودش هم داشت. من به خودشم گفتم آقای عجایبی یکی از اشکالاتش اینه با توجه به اینکه تمام زندگیشو گذاشته در خدمت صنف، ولی یک رفتارهای شخصی خاص هم داره که مورد پسند افراد نیست. در کلان خوبه ولی در خورد خب اگر هم یک کسی حرف درست میزد گوش نمیکرد، نمیشد. ولی در آینده شاید به مرور زمان فرهنگ اروپا هم همینطور بوده، اول همینطور بوده، نه اینکه بازار گل فعلی هلند الان درست شد، نه خیر، بازار گل هلند 600 سال درست شده تا به امروز رسیده. حالا ما آقای مهندس عجایبی اشتباهش این بود که وقتی که میخواست بره ساعت هلند رو بیاره در تهران، اصلا اولا بهشون گفتیم آقای مهندس نه تولید گل داریم، نه گلمون کیفیت داره، نه قابل رقابت در دنیا، نه کیفیتش، نه قیمتش، هیچ چیز. ما باید اول بازار داخلی رو درست کنیم. الان فرض کنیم که یه عده جمع میشن، یه جمعیتی درست میکنن، یه نفر میشه لیدر دیگه، اون لیدر رو اینا بهش رأی میدن. وقتی که جواب سلام اینا نده یعنی چی؟ آیه عجایبی خود بد عمل کرد، خود از خود راضی شد، زیرابش رو زدن، انداختنش پایین، شد هیچ کاره. بعد رفت تعاونی ورامین شروع کرد، با 2 مرتبه آوردنش بالا. عملا فعال نیستند. وقتی که فعال نباشن همون مسئله همونه، حکمت محض دست اگر لطف جهان آفرین خاص کنند. وقتی که آقای مهندس عجایبی میاد لیدری صنف تولید کنندگان گلگیاه ایران را یدک میکشه، براش افتخاری است. در ازای این افتخاری به دست آمده خیلی باید فداکاری کنم و ناگفته نماند. اوایل خیلی زحمت کشید، ناگفته نماند. باز همون کار سنتی بهتر بود، اما این سنتی رو به صورت تمیزتر. یعنی مثلا شما الان تشریف میبرین تو بازار محلاتی ها، آدم خودش شرمش میگیره از کثافت محوطه، از
درست کردن اون مغازه ها، از درست کردن اون فروشگاه ها، بی کیفیت، همه این چیزا رو شما خودتون دستی که من بهش گفتم مهندس بیا ما این سولره درست کنیم، اینجا رو تمیزش بکنیم، ما شعور تمیزی رو داریم، یادشون بدیم، بیاریمشون، ازشون که پول میگیریم کارمند بذاریم، نکردن دیگه. ولی خب شما الان میبینید فرهنگش هم ندارن به اون صورت، نه بازار امام رضا نه بازار محلاتی ها. من البته تو بازار اینا زیاد نمیرم، من تقریبا 1 ماه پیش از این بود رفتم تو بازار محلاتی ها با یکی از رفقامون کار داشتم، واقعا متاسف شدم، خیلی متاسف شدم، خیلی کیفیت پایین. و ممنونیم واقعا از آقای مهندس عجایبی که به این صنف خیلی خدمت کردن. واقعا اگر ایشون نبود صنفی نبود. همین با 4 تا گلکار بودن و یا خارجی ها می اومدن اینجا، این تایوان و نمیدونم این ور می گرفتن و این کارو میکردن و ولی ایشون حفظ کرد این صنف ما رو. من از یه بود اتحادیه و گل تولید کنندگان گل رو موفق میدونم، برای اینکه میبینم که بهترین واریته ها رو تولید میکنن، ولی اونا مشکل فروش دارن. برای اینکه گل من با آقای عجایبی هم چند بار گفتم، در میدان لافایت پاریس همین گل ها ارزون تر از گل فروشی آقای عجایبی و بقیه دوستان هست، با دلار مثلا 3300 تومان. اونا هم وارد میکنن، اصلا خودشون تولید نمیکنن. از آمریکای جنوبی میاد، از آفریقا میاد، هزینه حمل و نمیدونم ترانسپورتیشن و گمرک و چی و چی و چی، در نهایت اون چیزی که عرضه میشه قیمت تمام شدهش در مرکز پاریس ارزان‌تر از تهرانه. اتحادیه مازندران ما زیر مجموعه اتحادیه ایرانه، منتها همه اینا مستلزم اینه که کسی باشه تلاش بکنن، این فعالیت بکنه. وقتی که فعالیتی نداشته باشن عملا هیچ کاری انجام نمیگیره و الان اتحادیه ها فعال نیستن، نه اتحادیه مازندران فعاله نه اتحادیه تهران. خب چرا دیگه من نباید دنبالش باشم. میگن که هر کی میخواد بیاد واسه کار بکنه، کسی حاضر نیست بره فقط کاری بکنه. ببینید شرکت در هیئت مدیره تعاونی ها اتحادیه ها مستلزم گذشت و فداکاریه. وقتی قدرت مصرف پایینه، از اون ورم مشکلاتی که گفتم، قیمت تمام شده، بالا ارتباطات بین‌المللی، فرصت صادرات ازش میگیره، اتحادیه هرچی قوی تر هم باشه کار نمیتونه بکنه. اتحادیه در حقیقت گرفتار مسائلی است که در اختیار خودش نیست. توسعه اقتصاد ملی در اختیار اتحادیه نیست. عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم در اختیار اتحادیه نیست. کشاورزی مملکت گل و در درجه اول چند نفری بودن، نه اینکه تنها بهرام بود، و رونقش بعد از انقلاب در زمان آقای دکتر کلانتری بود. تشویق میکرد اینا رو، کمک میکرد اینا، راهنمایی میکرد اینا رو، سفارش اینا رو میکرد که کارشون حل بشه. به صورت بچه اوجه‌ای اینا نگاه نکنن، گناه که نیست گل تولید میکنه. گل یه چیز خیلی قشنگه. آقای مهندس مختاری با ساختن این نمایشگاه گل و گیاه ما رو معرفی کرد به مردم. واقعا ما زحمتکشا رو به مردم گفت آقا اینان که این گلا رو تربیت میکنن. خیلی مهم بود برای ما و من از ایشون تشکر میکنم. جناب آقای مخبری هستند، جناب آقای شریفی هستند، برادران خادم هستند، خادمی هم خیلی قوی و قدیمی هستند، زارعی ها هستند، آقای شریفی ها هستند، بزرگانی مثل بهرام خان و یا دیگر آقایونی مثل آقای عجایبی یا آقای حاج اکبر سلطان محمدی هست که ایشون قدیمی، آقای حاج محمد سلطان محمدی یا معروف به محمد شیخ. من خودم در کارشناسای نظام مهندسی هستم، میبینم که یه رونی طرح میده به من که واسش برم نظارت ناظر باشم. بهش میگم تو چه فکری کردی؟ میگه من مثلا روز میخوام درست کنم شاخه‌ای مثلا 4 تا میخوام بفروشم تو بازار 7 تا میفروشه. هرچی ما بهش میگم بذار جان این اینطوری نیست. بعضیاشون میتونم
مجاب کنم که از این کاراشون بردارن. این گلخونه رو دارن گفتم کار اصلی نباشه، شما نمیخواد میاد تو بازار دلالا میخورنشون، پولای زیادی هم اینجا از بین رفته. من تو شرکت گلخانه 10 تا زیادشون دیدم. یعنی امروز کسانی میتونن ادامه بدن که یک سرمایه دارن، تکنولوژی بهتر دارن، واردات‌های بهتر دارن، گلخونه‌های بهتر دارن، اینا میتونن تا حدی ماندگار بشن، ولی خورده پاها همه محکوم به از بین رفتن هستن. ما 9 ماه سال مثلا 3 تا گلامون دائما رو گلن، همه آلیستر و استرمون بیشتر وقتا رو گلن. 3 ماه تو گرما که الان 2 ماه شرط کردیم، مثلا تیر رو مرداد شهریور کردیم، خود گلام کم میشه از بینم نمیاد. جاش مثلا لیلیوم میاریم، گلای تابستونه میاریم که داشته باشیم. بعضی گلای فصلی من ندارم مثلا. حالا موندم که این کار تولید بکنیم یا نکنیم. بعضی وقتا فکر میکنم که با هر اتفاقی داره میفته واسه ما یه زنگی دیگه. یه وقت میگن که آب داره میاد پایین، آب منطقه داره کم میشه. خودش الان یه مشکلی که نکنه، حالا ما این هم از نمیکنیم بعد آب خوش میشه. یا آب توی بکن خوشه دیگه تعطیلی دیگه برد و من امیدوارم، منتها این امیدواری زمان بره. بخش عمده‌اش هم برمیگرده به خود تولید کنندگان. از تخریب همدیگه باید دست بردارن، از رقابت‌های منفی باید دست بردارن، از نیش زدن همدیگه باید دست بردارن.